دوستان عزیز، من از مردم تاجیکستان، از هموطنان نامه های زیاد میگیرم. در این نامه ها بسیار وقت می نویسند که چرا کشورهای اروپایی، چرا آنهایی که برای آنها دموکراتیا و حقوق انسان یکی از معیارهای معنویات و معیارهای اخلاقی است، چرا از رژیم مثل رژیم رحمانوف یا حمایت میکنند یا خود را نادیده میگیرند. من گمان میکنم که بدبختانه در زمان معاصر بیشتر دموکراتی را به یک چیزهای مثلا ژئوپلیتیکی بدل میکنند یا به سودا میزنند. من یاد دارم که 20 سال پیش چخیل مردم ما به دموکراتی باور داشتند. چخیل دموکراتی یک کلمه جذاب و زیبا بود و در تاجیکستان مطبوعات آزاد بود. در تاجیکستان انتخابات واقعا آزاد گذشت. در تاجیکستان بسیار حزبی بود، آزادی وجدان بود. مردم به یگان مشکل می توانستند به مسجد روند، نماز خوانند، نماز گزارند یا تجارت کنند. یک روحیه آزادی بود و وقتی که رحمانوف آمد این آزادی هایی را که برای مردم ما یک آرزو بود، یک آرزوی مقدس بود، یک تمنا بود، این آرزوهای مردم ما را پایمال کرد. ولی من میخواهم به نماینده های کشورهای اروپایی که در تاجیکستان هستند مراجعت کنم. شما خودتان به چشم خود دیدید که این انتخابات چطور گذشت. شما شاید هر روز میشنوید و میبینید که در تاجیکستان چی میگذرد. ولی من بسیار افسوس میخورم که شما سخت بی‌طرفید به قسمت مردم، به سرنوشت مردم، به تقدیر مردم. شما میتونید یک کارهای عادی را برای تاجیکستان کنید که به فایده مردم تاجیکستان باشد. من بدبختانه در همین 20 سال یک پروژه را، یک لایحه دموکراتی را نمیبینم که با سری بلند و با افتخار یک کشور اروپایی گفته تواند که این لایحه ما است، این پروژه ما است. شما یک روزنامه آزاد را برای من نامبر کنید که با دستگیری شما این روزنامه رشد و نمو کرده است. شما یک سازمان را برای من نامبر کنید که این سازمان با دستگیری شما یک سازمان واقعا جدی دفاع از حقوق بشر شده است. برای همین من از کشورهای اروپایی میخواستم اقلا از یک قدم عادی، از یک قدم کوچک فعالیت خود سر کنند. مثلا ما توانیم یک رویخط سازیم مثل سپیساک ماگنیتسکا که در روسیه بود. مثلا رویخط همان حکومتدارانی که نتوانند که آنها به اروپا سفر کنند، نتوانند که آنها ویزا گیرند، یعنی روادید گیرند. اقلا ما همین کار کنیم که مثلا رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان سیمومین یتیموف و چند نفر دیگر به یگان جای دنیا سفر کرده نتوانند. شما بگذار از امام علی رحمانوف می‌هراسید، میخواهید که با امام علی رحمانوف دوست باشید، ولی شما میتونید که به یک وزیر اوباش وی مثلا مشکل ایجاد کنید که برای وی روادی داده نشود، برای وی و عائله وی. زیرا این جاهلان و این نودولتان و این گدازاده ها که بوی گدایی از دماغشان نرفته است در تاجیکستان دوزی میکنند، در تاجیکستان غارت میکنند و اما میخواهند که فرزندان آنها، خود آنها در بهترین شهرهای اروپا زندگانی کنند. این یک. دوم، شما همیشه یک شعار 20 سال، 10 سال، 15 سال آخرانتان مبارزه با مقابل تروریسم است و اما خودتان یک رژیم تروریستی را دستگیری میکنید. شما رژیم تروریستی را دستگیری میکنید، شما تروریست را دستگیری میکنید.
و بعد حیران میشید که چرا مردم پارتیزان میشن، چرا مردم به صف سازمان های افراطگرایی همراه میشوند، چرا مردم ارزش های غربی را، ارزش های دموکراتی را بد میبینند. وقتی آنها میبینند که شما یک جنایتکار را مثل رحمانوف آغوش میکنید، وقتی آنها میبینند که شما به بدبختی های مردم چشم میپوشید، وقتی میبینند که دموکرات بدبختانه بعضا برای شما مثل یک کنفیت است که وقتی برای شما لازم باشد این کنفیت را نشان میدهید و وقتی دیگر باشد این کنفیت را در جیبتان پنهان میکنید. به نظر من آدمانی که هم در آلمان، هم در امریکا، هم در فرانسه و در کشورهای دیگر به خاطر آزادی، به خاطر انسان، به خاطر دموکرات جان دادند و جان باختند، شما را هیچگاه نمی بخشند. برای همین من گمان میکنم که باید که یک سیاست نو نسبت رژیم های دیکتاتوری از جمله رژیم امام علی رحمانوف پیش گرفته شد. وگرنه باور کنید آن میلیارد دلار شما در افغانستان و در عراق صرف کردید، ولی آسیای مرکزی، آسیای میانه میتواند که عراق نو، افغانستان نو گردد. به همین خاطر امروز باید که مناسبت با یک دیکتاتور، مناسبت با یک تیران، با یک ظالم دیگر کرده شود. به خاطر آنکه من برای گفتن کلمه دموکرات در نزد دوستانم، در نزد همسفانم، در نزد نوجوانان تاجیکستان شرم نکنند. شما به خاطر من نه، به خاطر تاجیکستان نه، به خاطر همان مقدساتی که هزاران هموطنان شما مثل من مبارزه برده بودند و شما به این روز رسیدید، به خاطر همین ها، به خاطر گذشتگان خودتان، به خاطر ارزش های خودتان شما یک بار به سرنوشت خلق تاجیک بی‌طرف نباشید. بی‌طرفی بی‌شرفی است. اگر شما نخواهید که فردا در تاجیکستان طالبان بیایند، اگر شما نخواهید که آسیای مرکزی به خون آغشته شود، شما اقلاً به ما کمک نکنید، اقلاً به نیروهای دموکراتیک کمک نکنید، ولی به رحمانوف خائن، به رحمانوف تروریست، به رحمانوف جنایتکار یارمندی نکنید و او را با آغوش نگیرید. هر کسی که رحمانوف را با آغوش میگیرد، هر کسی که رحمانوف را پرزیدنت تاجیکستان اعتراف میکند، هر کسی که در سالن‌های سیاسی دنیا رحمانوف را قبول میکند، دشمن مردم تاجیک، دشمن تاجیکستان، دشمن آزادی، دشمن دموکراسی است. دیگر خداحافظ.